خدایا خود را بشناسم. کتاب خاطرات از ادبیات شناس و نویسنده شهیر تاجیک زنده یاد رسول هادی زاده. تهیه و صدا رامین هادی زاده. در زمان شوروی تمام سفرهای خدمتی و توریستی خارجی به واسطه مسکو صورت می گرفت. حجتهای سفر در جمهوری‌ها ترتیب و تصویب می یافتند، ولی اجازه و ویزای سفر در مسکو صادر می شد. آماده کردن حجتهای سفر خیلی مشکل و طولانی بود. نخست انکیت مخصوص، ترجمه حال و 8 عکس تیار کرده از جای کار توصیه تشکیلات حزبی و اتفاق کسبه را می گرفتند. سپس حجت چند دکتر از جمله دکترهای بیمارستان کسلی‌های روحی و سیل را به دست می آوردند. همه این حجتها به کمیسیه مخصوص کمیته حزبی ناحیه ارسال می شد. بعد از چند روز شخص سفری را به کمیسیه دعوت کرده دانش سیاسی و خصلت‌های اخلاقی او را می سنجیدند. سپس حجتها به کمیته مرکزی حزب برای بررسی باز هم جدی‌تر فرستاده می شد. شخص داعی تا 1 ماه منتظر می شد. اگر نتیجه مثبت باشد به او جواب می آمد. بعد از این حجتها به مسکو و اداره‌هایی که خراجات و دعوت شخصی سفری را در عهده دارد فرستاده می شدند. پس از جواب مثبت شخص داعی به مسکو رفته از اداره مربوطه‌اش شناسنامه خارجی و ویزا به دست آورده به سفر می برآمد. بعد از بازگشت شناسنامه‌های خارجی را سپاریده، شناسنامه‌های داخلیش را گرفته به وطن باز می گشت. در هر سفر همین عذاب و عقوبت و مشکلی‌ها تکرار می شد. در اتحادیه نویسندگان SSSR کمیسیه خارجی وجود داشت که رابطه‌های کاری و شخصی نویسندگان شوروی را با سازمان‌های ادبی خارج از کشور اداره می‌کرد. در کمیسیه خارجی در رشته ادبیات‌های مختلف خارجی چنانچه عرب، فارسی، ترکی، آلمانی و غیره مشاورها کار می‌کردند که در زبان و ادبیات این کشورها تخصص خوب داشتند. در جریان تشکیل چند از سیمپوزیوم‌های بین الخلقی ادبیات شرق این جانب با کمیسیه همکاری و با مشاوران آن آشنایی داشتم. باری با مشاور ادبیات‌های کشورهای عرب ایگور یرمکوف آید به رابطه‌های ایجادی با ادیبان عرب صحبت کردم. در ضمن صحبت خواهش نمودم که در مورد مناسب به یکی از مملکت‌های عرب در هیئت وکیلان ادبیات شوروی مرا شامل کند. پیشنهاد قبول شد و منتظر دعوت بودم. سفر اولین به اردن هاشمیه با همراهی دبیر اتحادیه نویسندگان الک شستینسکی و شاعره بلکری اسفت بلکر و ماه اپریل سال 1986 صورت گرفت. در اردن بلکرها از عصر گذشته در اثر مهاجرت از روسیه سکونت داشتند و در حیات سیاسی و اقتصادی مملکت صاحب مقام و نفوذ بارز بودند. بجز اشتراک در مباحثه و محفل‌های ادبی، ما در عمان و چندی از شهرها آثار باستانی تمدن روم و یونان و عرب را تماشا کردیم. کشوری که خاک حاصل خیز آن را در ساحل غرب رود اردن اسرائیل ضبط کرده و خوف تجاوز یهود از بین نرفته بود، خیلی آسایشته و در فراوانی زندگی به سر می برد. دولتمندان گریزه فلسطینی در تجارت و اقتصاد کشور موقعی کلان داشتند. سفر 1 هفته‌ای ما خوب گذشت و از نتیجه های آن کمیسیه اتحادیه خیلی قانع گردید. نتیجه خوبی سفر بود که کمیسیه در اول دکبر سال 1989 مرا با شاعره روس مارین تراسووا به یمن فرستاد. در آن سالها یمن به 2 قسم جدا شده بود. در شمال ساخت فئودالی تئوکراتی وجود داشت و پایتخت آن شهر تاریخی و باستانی صنعا بود.
سفیر شوروی چند سال در صنعا خادم دولتی تاجیک میرزا رحمتوف بود. خادمان سفارت و بعضی شخصان رسمی یمن او را به نیکی یادآور می شدند. در مدت سفیری وی مناسبت‌های طرفین دوستانه گشت و بنای سفارت هم خیلی آباد و معمور شده است. در جنوب یمن کمونیست‌های شوروی پرست جمهوری خلقی دموکراتی را به زوری و به طرز صنعی تشکیل داده بودند. پایتخت این به اصطلاح دولت بندری حربی و تجارتی عدن بود. بجز تفاوت سیاسی دو قسم متقابل یمن، در عرف عادت و روحیه مردم نیز طرزی گوناگون به نظر می رسید. برای تصدیق گفتم جزئیاتی را از مشاهده خود می خواهم نقل کنم. در شمال سنت‌های دین اسلام سخت رعایت می شد. از جمله استعمال شراب بالکل منع بود. بعد از چند روز به یمن جنوب در ماشین رهسپار شدیم. در سرحد ما را نمایندگان اتحادیه نویسندگان پیشواز گرفتند. یکی از آنها چنان مست بود که به پای به زور راست می ایستاد. همراهانش عذر آوردند که این شخص شاعری توانا و نامدار است، لیکن میخواره گذراست. به عدن رسیدیم. از مهمانخانه جای دادند و به رستوران دعوت کردند. در رستوران میزی پرناز و نعمت آماده بود. در میان دسترخوان عرقهای تازه روسی و شیشه های آب جو می ایستاد. میزبانان خوش آمدی ما را به قدح عرق مبارک گفتند. پذیرایی شوروی روسی. در نیمه دوم اپریل سال 1990 با نویسنده اوکراین به سفر 2 هفته‌ای عراق رفتم. سفری خیلی خوب، پرمضمون و نتیجه بخش بود. با نویسندگان عراق صحبت‌های سودمند و پرمضمون به وقوع آمد. این جانب برای ترتیب و ترجمه اشعار شاعران عراق مواد ضروره جمع کردم. قرارداد شد که در وصف عراق و بغداد منتخب اشعار و آثار کلاسیکان فارس و تاجیک را به زبان عربی نشر کنیم. در سیاحت مملکت به شهرهای بابل قدیم، بصره، موصل، نجف، کربلا سفر کردیم. سفر خیلی خوب بود، ولی در طول سفر در همه جا نقش پرستش شخص صدام حسین به کس تأثیری بد می آورد. در هر قدم، در هر کوچه، در میدان و سیرانگاه ها تصویر و مجسمه صدام، شعار و شادباش ها در ستایش و بزرگداشت صدام همچون پیشوا، به اصطلاح پیغمبر و راهنما کس را خسته می کرد. خستگی کس زیادتر می شد از آن که پرستش بی اندازه صدام با زندگی نچندان آزاد و فراوان عمومی مردم موافقت نمی کرد. در مقابل تریزه من مگزین کلان آذوقواری بود که از صبح انبوه مردم، خصوصا زنهای چادرپوش، اطراف آن را احاطه می کردند. ترجمانمان شرح داد که این مگزین دولتی از روی کارت به خادمان اداره های مأموری به اندازه معین آذوقواری می دهد. از سفر عراق با نقشه و عزم و نیت‌های خوب همکاری با ادیبان این مملکت بازگشتم. در این خصوص برای ریاست کمیسیون اطلاعات مفصل نوشتم و از جانبداری آنها توفیق یافتم. هنوز به عملی کردن نقشه ها سر نکرده بودم که تجاوز عراق به کویت رخ داد و همه نقشه ها برباد رفت. بعد از این اتحاد شوروی از بین رفت. اتحادیه نویسندگان با تمام ساختارش پاش خورد. رابطه های منظم و مرتب ادبی با کشورهای خارجی تمام شد. حالا بناهای معموری صحن حولی سابق اتحادیه نویسندگان به رستوران‌های ارمنی و آذربایجانی به اجاره فروخته شده است. در اتاق‌هایی که دنیای شعر و ادب جهان به هم می‌پیوست، صاحبکاران ثروتمند نوبرآمد مینوشی می‌کنند، دلکشایی برمی‌انگیزند. نگاه می‌کنم و از بوقلمونی دنیا از دیده آب و از دل خون می‌ریزم.
اتحادیه نویسندگان SSSR در شکوفایی و رونق ادبیات تاجیک، این چنین ادبیات‌های ملی نقش کلان داشت. چنین تأثیر و نفوذ خود از خود به عمل نمی آمد. در اینجا موقعی شخصانی جداگانه وجود داشت. یکی از چنین شخصانی با نفوذ و جانسپار در رابطه های حسنه ادبی مسکو و دوشنبه شوکت نیازی بود. با شوکت نیازی در سفر اولین استالیناباد سال 1947 شناخته شده بودم و در مدت قریب 60 سال ما دوست و برادری قرین و جانی هستیم. شوکت نیازی سال 1956 در مسکو رساله نامزدی را در رشته ادبیات معاصر تاجیک دفاع نمود. بعد از دفاع با توصیه و ترغیب میرزا ترسونزاده به سمت مشاور ادبیات تاجیک در اتحادیه نویسندگان SSSR مأمور گردید. حالا قریب 50 سال می شود که در مسکو اقامت دارد. قریب 50 سال می شود که او همه روزه به عمارت تاریخی خانه رستاف‌ها، دام رستاویخ که در رمن جنگ و صلح لف تلستوی تصویر شده است، بنای اتحادیه نویسندگان می آید و باز بیگاه پس از انجام ساعتی کار از بنا می براید. 50 سال به گفتن آسان است، ولی در 50 سال در جهان چی واقعه های روی می دهند؟ آدم در گذشت روزگار چه پست و بلندی ها را می بیند. خلاصه یک دوره است، نیم قرن از شماری سالها می گذرد. 50 سال شوکت نیازی برای ادبیات تاجیک کار کرد. برای نشر و چاپ اثرهای نویسندگان جان کاهاند. به نویسندگان جوان کمک نمود. در مشکلی ها دست یاری دراز کرد. راه ایجادی آنها را آسان ساخت. در تشکیل جشن‌های ادیبان ممتاز در مسکو، در آراستن میزهای مدور، تشکیل روزهای ادبیات تاجیک در جمهوری‌های برادری، در توسعه ارتباط ادبیات تاجیک با کشورهای خارجی زحمت پرحاصل به خرج داد. آنچه شوکت نیازی می کرد و حالا هم می کند برشمردن اینجا محال است. آنچه گفتم مشت از خروار است. اجرای کارهایی که به دوش شوکت نیازی بود و باز خودی وی به تشبث و خواست دلش به ذمه می گرفت، البته قابلیت خوبی کاردانی، خردمندی و مدبری را تقاضا می کرد. ولی برای این کارها فقط خصلت‌های کاردانی کم بود. شوکت نیازی همچون انسان کامل خصلت‌های مرغوب شخصی داشت. و در آداب و معاشرت نهایت نازک، در معامله و رفتار با دوستان شفیق و مهربان، در جلب نمودن رفیقان نو و شریکان، در مشورت و اجرای کارهای همدستانه شخص جذاب و الفتگزین است. این خصلت‌های شخصی همانا از تربیه مادری مهربان و خوش سلیقه وی، این زنی خوش صورتی خوش سیرت را من دیدم و پدری زیایی الاصل و معرفت پرورش. درباره وی از زیایان سمرقندی بسیار شنیدم و خود ندیدم. ارسن گذشته با مرور ایام باز هم به کمالات رسیده است. شوکت نیازی سالهای دراز معلم دانشگاه دولتی مسکو در تدریس ادبیات تاجیک بود. در استودیوهای تاجیکی انستیتوت صنعت تئاتری مسکو به شاگردان تاجیک از ادبیات تاجیک و حسن زبان درس می گفت. همزمان با ترجمه اثرهای دراموی و تألیف رساله و مقاله های تنقیدی و ادبی مشغول بود. با این همه فعالیت اساسی وی با حیات هر روزی اتفاق نویسندگان وابسته بود. شوکت نیازی چون کارمند سابقه دار اتحادیه نویسندگان، معلم و مصلحتگر مشاوران جوان ادبیات‌های دیگر است. به این واسطه وی با جریان ادبیات‌های ملی، بالخاص آسیای میانه خوب آشنا است.
نه تنها مشاورانی جوان بلکه بسیار ادیبانی نامور و مشهور شوکت را چون غمخوار و دوست ادبیات‌های ملی احترام می‌کنند. زیاده از این او را مثل برادر می‌دانند. شوکت نیازی در هر کار و مهمات دوستانش همیشه آماده بود. قیسین کلیو کبرده، مستی کریم باشقیرد، ارکین واحید و پریم قل قادیروی ازبیک، دوید کوگولتیناوی قلمق، ولادیمیر سلاوخینی روس، میرزا ابراهیموفی آذربایجانی، آلجس سلیمانوف و انور علیمجانوفی قزاق. نام همه دوستان و استادان شوکت را اینجا گنجایش دادن دشوار است. در این میان دوستی و برادری شوکت نیازی با شاعر شهیر داغستانی رسول غمزتوف نهایت مؤثر و صمیمی بود. من شاهدم که شوکت نیازی در تجلیل 80 سالگی غمزتوف تیر ماه سال 2003 در مسکو همیشه همراه و دیدبان شاعر پیر و بیمار بود. پس از مراسم‌های جشن رسول غمزتوف ماه نوامبر در بیمارستان برای معالجه بستری شد. در این روزها یگانه شوکت بود که به جای برادران دوری شاعر و همسری در گذشته وی از بیمار خبرداری میکرد. روز شنبه 1 نوامبر رسول غمزتوف از بیمارستان تلفن کرد که من در خانه شوکت در مهمانی بودم، حال وی بهتر است و روز دوشنبه او را با هواپیما به مخشقلعه می رسانند. روز دوشنبه 3 نوامبر ساعت 10 صبح ما در کابینت شوکت با کاری مشغول بودیم. زنگ تلفن شد و شوکت گوشک را برداشت. گوشک را می داشت و دستش لرزید، رنگش کند و بعد چند دقیقه گوشک را گذاشت و با چشمان پرسرش گفت جوره جان، رسول گذشته است. دیگر مجال سخن نداشت و تنها اشک‌های روانش را به ایست پاک می کرد. پاش خوردن دولت شوروی و بالخاص فرو رفتن اتحادیه نویسندگان چون مصیبت کلان شخصی در دل شوکت نیازی داغ گذاشت. و خراب گشتن بنای محتشم اتحاد بزرگ نویسندگان را به چشم خود دید. گویا حمله مغول بود که 800 سال پیش از این خلافت عرب را با زمین یکسان کرد. 2-3 سال گذشت و یک گروه نویسندگان فداکار به قیاس اتحادیه پیشین اتحاد بین الخلقی اتفاقهای نویسندگان را تأسیس نمودند. شوکت نیازی یکی از جانسپاران این گروه بود. در اتحادیه اکثر اتفاقهای نویسندگان جمهوریت‌های سابق اتفاق شوروی داخل شدند. خیانت مالی و معنوی رئیس سابق اتحادیه تیمور پولادوف نزدیک بود سازمان را به هلاکت رساند. موقعی باثبات و آشتی ناپذیر شوکت نیازی بود که نویسندگان توانستند تیمور پولادوف را از کار برکنار نمایند و سازمان را حفاظت نمایند. رئیس اتحاد نویسنده نامی روس سرگئی میخالکوف در تجلیل جشن 75 سالگی شوکت نیازی خدمت بزرگ نام برده را در حفظ اتحادیه بین الخلقی مخصوصاً تأکید نمود. سال 2002 ماه دکبر این جانب با دعوت رایزنی فرهنگی ایران و اتحاد به مسکو سفر کردم. بعد از فاصله 11 سال سفر اولینم به مسکو بود. مسکو خیلی تغییر یافته بود. در ظاهر زیباتر، معمورتر و فراوانتر بود. اما مسکوی پول، مسکوی تجارت و بیزنس، مسکوی صاحب دولتان و ثروتمندان بزرگ جهان شمول شده بود. اتحادیه توانای نویسندگان دیگر وجود نداشت. ولی اتحاد بین الخلقی اتفاقهای نویسندگان چراغ ادبیات جمهوری‌های مستقل را فروزان نگاه می‌دارد. در بنای متبرک پیشین خانه رستاف‌ها راهبران سابق و نوی سازمان نویسندگان با سرپرستی سرگئی میخالکوف زحمت میکشند. با صداقت، صمیمیت
و جانفشانی شوکت نیازی نیز در همین خانه قدیم و به دل و جان نزدیکش به حیث معاون رئیس اتحاد ایفای وظیفه می کند. با امید و آرزو و اعتقاد تمام که باز روزهای فرح و شادی اتحاد مستحکم ادبیات‌های ملی به هم برادر خواهد رسید. انشاءالله میگویم من.